کاکای محترم من، لنگی خود کشید سر آدم تاثیر میکنه. ولی طلبالا او روز 62 دانه راکت در کابل افرید، 62 راکت، 18 نفر کشته و 105 نفر زخمی. شما خواهید دفعه برین نمی شفاخانه ها ببینید. خودت سرت برای من لوچ کردی، من سر خود پیشکی لوچ بکنم. شما باور بکنین عید آمد و شما خبر دارین من در هر عید و شفاخانه ها میرم. نتونستم جرأت کنم در عید در شفاخانه داخل شم. نماینده های خود روان کرد برشان، توفه ها روان کرد، ولی توفه و اون نماینده جای اون فرزندش که از دست داده او رو گرفته میتونه. اگر اونجا چادر خود پشت سر پرته کاکای محترم و بگوی که سر خود لوچ کردیم چاره مرا بکن، چی جواب بدش بتون؟ باز بگوی می خیر انور خان جنگر از اونجا میکنه. خدای ناخواسته شما را بدنام بسازم، بگوی مردم شمالی کار انجام میده. بگوی میره خانه خان انجام میده. اما مسئولیت بدون چی جواب تو بگو برای من؟ از خجالت و شرم رفتن نتانستیم برشون. کاکای محترم من، لنگی خود کشید سر آدم تاثیر میکنه. ولی طلبالا او روز 62 دانه راکت در کابل افرید، 62 راکت، 18 نفر کشته و 105 نفر زخمی. شما خواهید دفعه برین نمی شفاخانه ها ببینید. خودت سرت برای من لوچ کردی، من سر خود پیشکی لوچ بکنم. شما باور بکنین عید آمد و شما خبر دارین من در هر عید و شفاخانه ها میرم. نتونستم جرأت کنم در عید در شفاخانه داخل شم. نماینده های خود روان کرد برشان، توفه ها روان کرد، ولی توفه و اون نماینده جای اون فرزندش که از دست داده او رو گرفته میتونه. اگر اونجا چادر خود پشت سر پرته کاکای محترم و بگوی که سر خود لوچ کردیم چاره مرا بکن، چی جواب بدش بتون؟ باز بگوی می خیر انور خان جنگر از اونجا میکنه. خدای ناخواسته شما را بدنام بسازم، بگوی مردم شمالی کار انجام میده. بگوی میره خانه خان انجام میده. اما مسئولیت بدون چی جواب تو بگو برای من؟ از خجالت و